LGBT یه اصطلاحی که خیلی وقتا میشنویم ولی شاید بخوایم دقیق‌تر بدونیم که دقیقاً یعنی چی. لزبیان، گی، بایسکشوال و ترنس اینا همه جزو این گروه ها هستن. اما چی باعث شده که این موضوع اینقدر مطرح بشه؟ توی ویدیوی امروز رمز آلود قرار نگاه دقیق‌تری بندازیم که چرا افراد تو طول زمان تغییر گرایش جنسیتی دارن. L لزبیان، این به زنهایی گفته میشه که جذب زنهای دیگه میشن، یعنی در واقع زنانی که دوست دارن با افراد همجنس خودشون رابطه عاطفی یا حتی جنسی داشته باشن. G گی، این واژه برای مردهایی استفاده میشه که جذب مردهای دیگه میشن. البته گاهی این اصطلاح به طور عمومی برای تمام افراد همجنسگرا چه زن چه مرد به کار میره. B بایسکشوال، یعنی دو جنسه، افرادی که به هر دو جنس جذب میشن، یعنی هم به مردها و هم به زنها علاقه دارن. این افراد ممکنه هر دو جنس رو به یه اندازه دوست داشته باشن یا ترجیح خاصی نداشته باشن. T ترانسجندر یا ترنس، افرادی که جنسیتشون با جنسیتی که در زمان تولد براشون تعیین شده تفاوت داره. مثلا ممکنه فردی با بدن مردونه به دنیا بیاد ولی احساس کنه که باید زن باشه یا برعکس. حالا وقتی میگیم LGBTQ+ به معنی اینه که علاوه بر این 4 گروه افراد دیگه‌ای هم توی این جامعه قرار میگیرن که ممکنه هویت جنسی یا جنسیتشون به شیوهی متفاوت از اونی که ما معمولاً انتظار داریم باشه. حرف Q که به queer اشاره داره برای افرادی که هویت جنسیتی یا جنسیشون نمیخوان توی یه قالب معمول بگنجونن هستش. علامت پلاس هم برای هر نوع هویت دیگه‌ای هست که ممکنه توی این گروه ها قرار بگیرن. هدف اصلی این گروه اینه که جامعه بتونه درک بهتری از تفاوت‌ها داشته باشه و همه افراد بتونن بدون ترس از قضاوت یا تبعیض خود واقعیشون رو نشون بدن. در واقع LGBT نه فقط یه مخففه بلکه نماد پذیرش و احترام به تنوع هاست. مخاطبین عزیز رمز آلود، نظر شما راجع به گروه های LGBT چی هستش؟ حتما توی کامنت ها بهمون بگین. سابسکرایب و لایک یادتون نره، اون زنگوله بغلم بزنید که هر موقع ویدیو آپلود کردم بهتون اطلاع بده.